سلام، رامتین هستم. با آموزش برنامه نویسی زبان سی شارپ قسمت پنجم در خدمتتونم. این قسمت قرار بود که دستورات رو یاد بگیریم، دستورات ایف رو، ولی من یه چیزی رو تو قسمت قبلی جا انداختم به نام اینومریشن یا مخففش میشه اینوم که ربط داره به داده ها. پس این قسمت میشه برای اینومریشن ها. اول از همه قبل از این که بخوایم بریم سمت آموزش اینومریشن بهتره یه مروری روی پروژه قبلی بکنیم، بعد یه پروژه جدید برای اینومریشن میسازیم که توضیحاتی راجع به اینومریشن ها هم بدیم. خب همونطور که قبلا توضیح دادم تو جلسه قبلی، دیگه باید فهمیده باشید که استرینگ ها انواع در از تایپ یا نوع رشته‌ای هستن که میتونن هم عدد، هم کاراکتر، هم نمیدونم هر زبونی که دوست داشته باشید و میتونید بریزید توش. ولی مثلا حالا اینشو نمیدونم توضیح بدم براتون یا نه، ولی مثلا از کاراکترهای خاص مثل دقیقا همین دابل کوتیشن اگه بخواید استفاده کنید، اگه مثلا اینجا من مثلا داخل خود متن میخوام دابل کوتیشن بذارم، یه لحظه نگاه کنید، خطا میده و بقیه رو دیگه نمیشناسه. چرا؟ چون باید از یک کاراکتر خاص استفاده کنیم که این دابل کوتیشن رو به عنوان به حساب خود رشته در نظر بگیره. یعنی نگاه، ما ابتدای متنمون از اینجا شروع میشه تا اینجا. خب برای اینکه مثلا بگیم این یک کاراکتره، یعنی به ویژوال استودیو بفهمونیم که آقا این یک کاراکتره، اینو ما واسه بستن به حساب چیز استفاده نمی کنیم، نکردیم واسه بستن به حساب یک رشته. برای این کار باید از بک اسلش استفاده بکنیم. بک اسلش چیه؟ تو کیبورد فکر کنم، حالا من تو کیبورد خودم نمی بینمش، فکر کنم نه این نیست. آها، واسه کیبورد من دکمه پیه. خب بعد یه دونه این شکلیه، نگاه کنید، به این میگن فوروارد اسلش یا خود اسلش هم بهش میگن، به این یکی میگن بکوارد اسلش یا بک اسلش. چه فرقی نداره، دوتاش یه اسمه. نگاه کنید، برای اینکه مثلا بگیم این دابل کوتیشن جزئی از این متن حساب میشه، خب بعد یه دونه بک اسلش بذاریم قبلش. این کار چی کار میکنه؟ حالا چون بک اسلش بزنیم برنامه میپره بالا، همینجوریه دیگه. خب این کار چی کار میکنه؟ این چی رو بهش نشون میده؟ وقتی بک اسلش میذاریم، حرف بعدیش به عنوان یک کاراکتر، نگاه کنیم، به عنوان یک کار یا کر، به عنوان یک کرکتر حساب میشه. خب واسه همین دیگه ویژوال استودیو بهش گیر نمیده. یک روش دیگه ای هم داره که اونم دقیقا اینه که از دو تا دابل کوتیشن استفاده کنیم کنار هم دیگه، که این یکی یک چیز دیگه ای هم میخواد که بعد اول به حساب دابل کوتیشن اولی بذاریم. نگاه کنید اینجا هم دقیقا همین یه ارور میده که جریانش اینه، داره میگه آقا اینجا یه دونه چیز نیاز داره، یه سمیکالن نیاز داره تا درست بشه. نگاه کنیم بعدش ارور میده، ولی خب ما اینو نمیخوایم، میخوام آقا دابل کوتیشن بذاریم. با این حال یه دونه چیز نیاز داریم این وسط، اونم هست کاراکتر ادساین. اینو اگه بذاریم دیگه، نگاه کنین هر بار مثلا که بخوایم کاراکتر مثلا اینو بذاریم، دو بار می نویسیم، دو بار در اصل دابل کوتیشن رو میذاریم تا به حساب درست بشه. اد ساین یه خوبی که داره اینه که اینتر پذیر هست. نگاه کنین اگه من اینجا مثلا این بذاریم، مثلا اینو من پرینت کنم یک بار، مثلا کنسول دات رایت، حالا چون چیزی هم نمیخوایم اون پایین ما اینا بنویسه، این رایت خالی بسته. M1 کنترل F5، کنترل F5 یا از منو دیباگ Start without debugging. نگاه کنین، حالا چون فارسی و کنسول ساپورت نمیکنه، فارسی ساپورت میکنه ها، ولی خب
حالا بذارین یه دونه این چیزشو بکنیم رایت لاین که این پرس any key to continue رو بفرسته سطر بعدی. میکنیم رایت لاین کنترل F5 یا منو دیباگ start without debugging. خب الان اینو نگاه کنید، ما الان میخوایم از بعد از یعنی از نگاه کنید از اینجا به بعد، از این یعنی از عدد 15 به بعد میخوام بره تو سطر بعدی. واسه این کار نگاه یه کاراکتری داریم \n. نگاه کنید بذارید اینجا مثلا واسه تون به عنوان یک کامنت بنویسمش \n. این یعنی چی؟ برعکس گذاشتمش. این یعنی چی؟ یعنی نیو لاین، سطر جدید. یعنی هر جا از این متن یه دونه \n یعنی یه دونه اینجوری گذاشته شد، از اینجا به بعدش دیگه میره سطر بعدی. دقیقا کاریه که رایت لاین انجام میده. ته به حساب متنش، مثلا متنی که مینویسه مثلا ته این سلام خوبی. خب بذار این سلام خوبی رو حذف کنیم چون فارسیه. حالا من فقط واسه این نوشتمش که بدونید اینجا ساپورت میشه. داخل کنسول اپلیکیشن هم میشه ساپورتش کرد، ولی خب یه خورده تو جلسات بعدی براتون توضیح میدم. حالا اینش زیاد مهم نیست. نگاه کنید اینجا. خب ما الان از اینجا به بعدش رو میفرستیم سطر بعدی. کاری که کنسول رایت لاین هم داره میکنه همینه. وقتی آقا تا اینجا رو مینویسه، خب اینجا یه دونه \n میذاره. نگاه کنید حالا این اولی رو من پاک میکنم فعلا. نگاه کنید وقتی الان اول اینو هم پاک کنم یه لحظه. نگاه کنید وقتی اینجوری میکنیم، نگاه این میره سطر بعدی خودکار. خب رایت لاین میره خودکار سطر بعدی. اگه ما یه دونه \n بذاریم تهش، بعد این لاینش هم حذف کنیم یعنی اینجوری بشه، نگاه کنید دقیقا الان من اشتباهی زدم چیز. حالا ما اینو نمیخواستیم، بذار همونجوری آها اینجا یه اشتباهی که هست اینه که نگاه کنین وقتی میخوایم از یک کاراکتر داخل یک متن استفاده کنیم دیگه نباید اولش ادساین بذاریم. یعنی این ادساینه رو باید حذف کنیم. دلیلش هم الان بعد از اینکه اینو توضیح دادم براتون توضیح میدم. اینو حذف میکنیم، اینم یه دونه \/ میذاریم که ارور نده. خب کنترل F5 نگاه کنید دقیقا همون مدلی رایتش کرد و رفت سطر بعدی. اگه ما رایت لاین رو بنویسیم یعنی اینجا بشه رایت لاین، میبینید که رفته 2 تا سطر بعدش. نگاه کنید رفت 2 تا سطر بعد. مثلا اینجا میتونیم 10 تا هر چقدر دوست داشته باشیم بنویسیم. حتی میتونیم مثلا 3 تا لاین بعدش یعنی مثلا اینجا بنویسیم اسم من رامتین است. یا مثلا 2 تا لاین بعد از این مثلا می نویسیم اسم شما چیه. خب بعد کنترل F5 که بزنید همونجور که دارید میبینید، نگاه اینجا که میبینید این 1 سطر درسته. حالا ما میتونیم میخونیمش 1 سطر در میون، ولی این 2 سطر رفته بعد. نگاه 1 سطر رفت اینجاست، یک دونه هم اینجاست رفته سطر دومی شروع کرده به نوشتن. اینم گفتم یه توضیح بدم. خب حالا تفاوتش با چیز چیه؟ با ادساین. وقتی ادساین استفاده کنیم بذارید اینجوری بهتون نشون بدم. اینو میکنم دابل کوتیشن، دوباره یه دونه ادساین میذارم قبلش. ادساین اینجا به کار میاد. نگاه وقتی مثلا میخوایم آقا از این خوبی 2 تا سطر بره پایین، کافیه همینجا یه دونه به حساب کلیک کنیم اینجا یه دونه اینتر بزنیم. نگاه خیلی راحت میتونید اینجوری کنید. ولی در صورتی که وقتی ادساین نداشته باشه، مثلا MMM رو من مینویسم، مثلا یه متنی سلام خالی رو مینویسیم، مثلا از AL رو میخواید. نگاه وقتی اینتر رو میزنی دیگه نمیفرستت سطر بعد. نگاه کن متن رو میکنه 2 تیکه و دوباره یه دابل کوتیشن و یه دابل کوتیشن ایجاد میکنه که امر رو داخلش نوشته. نگاه کنی یه بار دیگه کنترل Z زدم واسه برگردوندنش. کنترل Z
خب یه دونه اینتر که بزنی این شکلیش میکنه. حالا اینجوری چیه؟ اینجوری نگاه، این یک متنه در اصل، همون سلام رو پرینت میکنه دقیقا، هیچ تفاوتی نداره. واسه اینکه مثلا چندین تا متن رو با هم، هنوز عملگرها رو ما یاد نگرفتیم، ولی خب اینجا چون اینتر رو زدیم و اینو ساخت، گفتم یه توضیح بدم. اینجوریه که چندین تا متن رو به حساب به هم دیگه میچسبونه بدون هیچ گونه کار. مثلا اگه اینجا مثلا من n بزنم، یعنی کنترل بک اسلش n بزنم، مثلا اینجا بنویسم کنسول رایت لاین m. حالا این اولش هم چیز کنیم، بقیهش هم اینم یه لحظه من کامنتش میکنم که اون بعدیش رایت نشه. نگاه کنین دقیقا همون کاری که کرد که ما میخواستیم انجام بدیم، ولی اگه بک اسلش n نذاریم، نگاه کنید سلام سر هم نوشته میشه اینها. خب اینم بگذاریم. خب بریم همون سر وقتی به حساب ادساین میذاریم اول یک دابل کوتیشن، اون حساب کامپایلر ویژوال استودیو یا اصلا بگیم خود ویژوال استودیو اینو اینجوری میخونه که آقا میتونه سطر بندیش کنه. یعنی تو میتونی اینجا اینقدر سطر بنویسی. مثلا نگاه کنید الان اسم شما چیه، مثلا اینجا من 4 5 نگاه 1 2 3 4 5، خود اینم 6 تا سطر فاصله میدم که بنویسه بعدش پرس any key to exit. خب تو کانتینیو ببخشید، نگاه کنید اینقدر، نگاه کنید دقیقا از اینجا تا اینجاش، بعد دقیقا 1 2 سطر، نگاه کنید 1 2 سطر. بذار این برنامه‌های قبلیش هم ببندیم، حالا فعلا بعدی قبلیاشو بعدش میبندیم. اینم نگاه کنید 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 تا بود، درسته؟ این 1 این 2 این 3 این 4 این 5 اینم 6 و بعدیشو که این خود پرس انیکی باشه تو لاین هفتم می نویسه. اینم از این. خب اینم کامل بزنیم ببندیمش. خب اینم گفتم اینو جا مونده بود از توضیحات قبلیم که براتون توضیح بدم، واسه هم گفتم الان بگمش بهتره. یه کاراکتری داخل این رشته ها هست، نگاه کنین این بک اسلش ان تو همه زبون ها هستا. یه کاراکتر دیگه داریم به اسم بک اسلش تی. این چیه؟ بک اسلش ان رو توضیح دادم که واسه نیولاین این بک اسلش تی 4 تا چرا اینجوری شد؟ 4 تا اسپیس، یعنی 4 بار 1 2 3 4 اینجوری بزنی میشه یه دونه کنترل تی. مخففش چیه؟ این میشه تب. اینم که گفتم نیولاینه، مخفف نیولاینه، این تبه. دکمه تب دقیقا داخل چیزتون، داخل اسمش تو کیبوردتون بالای دکمه کپس لاک سمت چپ کیبوردم هست. اگه تب بزنید دیگه، اگه کسایی باشید که به حساب متن و اینجور چیزا، مثلا نگاه کنید سلام مثلا میخوام بنویسم، خب یه دونه تب که بزنم دیگه 4 تا کاراکتر میره جلوتر، مثلا خوبی. نگاه کنید اینو یه دونه میشناسه، خب ولی داخل کد در اصل 4 تا اسپیس، 4 تا. نگاه کنید بذار اصلا چرا اینجوری بگم براتون، مثلا اینجا می نویسیم سلام خوبی، کنترل F5 ادساین گذاشتیم قبلش برای همین. بذار این هم ببندیمش کامل. خب کنترل F5. خب اینو نگاه کنید یه لحظه، الان جای این 1 2 3 4 کنترل F5 من هی گیج میشم، ببخشید. خب نگاه کنید سلام خوبی، البته انگار 3 تا اسپیسه ولی خب در اصل 4 تا اسپیس یه دونه تب حساب میشه اگه اشتباه نکنم. کاراکترهای زیادتری هست، نمیدونم کنترل بی بک اسلش بی
بک اسلش بکنم اس اگه اشتباه نکنم، ولی خب مهمترینش همون تی هست و به حساب ان واسه نه اس انگار نیست. خب چیز دیگه یادم نمیاد از درس قبلی که جا مونده باشه. واسه رایت کردن راستی اینجور چیزا هم که گفتم کنسول رایت لاین واسه به حساب پرینت کردن ایناس استفاده میشه. مثلا من اگه بخوام اینو به ترتیب رایت کنم، نگاه کنید این میشه 2، اینم میشه 3، اینم میشه 4. نگاه کنید کنترل، حالا این اولش که میشه سلام خوبی، حالا مهم نیست زیاد. یا به ترتیب هر 4 تاشو رایت کرد. نگاه آ منفی 12، منفی این عدد حساب دابله یا عدد اعشاری. خب این از این بود، چیز خاصی دیگه نداره درس به حساب تایپ های قبلی. میریم سر همون اینومریشن ها یا حالا اینیومریشن هم بهش میگن. اینیو بذار براتون بنویسمش، اینا مخففشه. کلمه کلیدی هم همینه، مخفف اینومریشن. خب یه پروژه، اینو اول پروژه رو نگاه کنیم با کلوز سولوشن میبندیم، یه پروژه جدید ایجاد میکنیم، همون کنسول اپلیکیشن دات نت فریمورک داریم کار میکنیم و نسخه دات نت فریمورک تو قدیمی ها واسه دات نت کور مینوشت، تو جدیدا واسه دات نت فریمورک فقط مینویسه. خب نه هیچ فرقی هم ندارن، دوتاش یکی ها، دوتاش یه در اصل کاری که ما داریم میکنیم واسه یادگیری دوتاش یه جوره. خب اینو میذاریم اینام تست، ولی خب تستشو میاریم اولش چون یه خورده گیج شاد بشید، تستشو میاریم اولش اشکال نداره. این تست رو اینجا و کرییت میزنیم. خب حالا برای تعریف اینوم ها، اصلا اینوم ها چی هستن؟ نگاه، یک اینوم برای تعریف مقادیری ثابت می باشد. یعنی چی؟ یعنی یه سری مقادیر رو داریم که خودمون میدونیم چیه. مثلا میگم مثلا روزای یک هفته، مثلا ما میدونیم شنبه میشه روز یکم از هفته، نمیدونم یک شنبه میشه 2، همینجور برو 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 تا برسه به جمعه که میشه روز هفتم هفته. دوباره همین تکرار میشه دیگه. نگاه ما میدونیم آقا شنبه یکه، یک شنبه 2، سه شنبه 3، چهارشنبه 4، همینجوری برو جلو تا میرسیم به جمعه که میشه هفتمین روز از هفته. یه سری مقادیر هستن، نگاه اینا بهشون میگن مقادیر ثابت، انگلیسیش هم میشه کانستنت یا مخففش هم میتونیم بگیم کانست. دقیقا این کانست یه کلمه کلیدی داخل سی شارپه. الان نمیخوایم راجبش حرف بزنیم، ولی خب مقدار ثابت رو میگن یک کانست، یک کانستنت. این اینومریشن ها هم دقیقا همینه، یه سری مقادیر ثابت هستند که حالا مثلا ما به صورت پیشفرض نگاه اینجوری تعریف میشه اینوم. خب حالا اینجا یک اسمی باید براش انتخاب کنید، مثلا ما میذاریم هفته. خب این اسم یه حالتی مثل کلاس مانند ایجاد میکنه دقیقا، که البته فعلا نمیخواد بدونید کلاس چجوری ایجاد میشه، همین اینجوری تعریفش کنیم فعلا. اینو نگاه، کلمه کلیدی اینوم، یک اسپیس میذاریم، بعد اسمی که خودمون میخوایم رو میذاریم، بعد یک شیفت رو میگیریم و به حساب آکولاد رو میذاریم یا همون بریس رو. این خب
الان یک سری مقادیر باید ما داخل این بنویسیم، مثل شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه. مقادیری که داخل اینها نوشته میشه با استفاده از کاما، نگاه کنید کاما، با استفاده از کاما. حالا فارسیش میشه ویرگول، ولی فارسیش که ویرگول باشه، ویرگول برعکسه، یعنی سرش رو به بالاست، ولی خب انگلیسیش بهش میگن کاما. این کاما رو میذاریم بین هر ولیو یا هر مقداری که داریم مینویسیم، هر مقدار ثابتی که داریم مینویسیم. نگاه کنیم مینویسیم شنبه کاما یک شنبه کاما دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه. خب نگاه کنین یک روشش اینه، نگاه کنین اینجا هیچ سمیکالنی نمیگیره ها، این تعریف یک مقدار ثابتیه. نگاه همینجور که واسه تعریف یک کلاس، نگاه کنید الان این یک کلاس دیگه پروگرام، هیچ سمیکالنی نگرفته، اینم دقیقا همینجوریه. نگاه کنید من اینو بیرون از void به حساب مین نوشتم ها، نگاه بیرونش ها، داخلش هم میشه بنویسید ها، هیچ مشکلی اصلا نداره. حالا یه سری چیزا رو نه انگار که داخلش نمیشه نوشت. خب فکر کنم داخلش میشه نوشت، حالا نه راستی نمیشه، چون راستی آره درسته داخل تابع نمیشه نوشتشون اینا رو، بعد داخل یک کلاس باشه، یا مثلا تو بیرون از کلاس میشه اینو نوشت. مثلا بیا اینو کات میکنیم میاریم این بیرون از کلاس، نگاه کنیم تو کانتکست کلاس نیست، توی به حساب این بلاک کدی کلاس نیست، ولی تو فضای نامی تست انام هست. خب من برش میگردونم همون جایی که نوشته بودیم. خب نگاه اینجوری هست، اینجوری مثلا واسه مقدار اینجوری، ولی خب واسه قشنگ تر کردنش معمولا اینجوری می نویسن، یه دونه اینتر میزنن، نگاه این شکلیش میکنن، قشنگ تر میشه، خیلی شیکتر هم هست. میبینید این میشه مثلا یک، اون دو، اون سه، اونم تا این میشه هفت. خب مثلا من میخوام دوشنبه رو داخل کنسول پرینت کنم، مثلا کنسول رایت لاین. نگاه واسه استفاده از اینومریشن ها باید اسمشون رو بنویسی، باید بنویسی اول هفته. نگاه کنید هفته رو که من می نویسم، نگاه کنید این خودش زرد رنگه، حالا من نمیدونم این برنامه میتونه این رنگا رو تشخیص بده داخلش یا نه، ولی این یه حالت زرد، یه زرد رنگی نسبت به این زرد کم رنگ تره یه خورده، ولی زرد رنگی. کلا اینومریشن ها زرد رنگ نشون داده میشه، مثلا قبلا یه رنگ دیگه بود تو ویژوال استودیو، ولی خب جدیدن شده این رنگی. خب حالا واسه تعریفش دقیقا باید یک دونه نقطه بذاریم و میبینید که بعد از یک نقطه این لیست رو میاره بالا، یعنی شنبه، یک شنبه، دوشنبه، این چیزا رو میاره بالا. نگاه کنید نگاه قشنگ همش رو آورد بالا، نگاه شنبه، یک شنبه، ولی نگاه کنین همشون قراقاتیه. چرا اینجوریه؟ چون که به حساب ویژوال استودیو بر اساس اسماشون میاد اینا رو ردیف میکنه، یعنی یه حالت چیز میکنه، بر اساس اسامی میاد اینا رو میچینه. نگاه کنین اول C، بعد D، بعد رفته J، بعد P، S، Y، اینجوریه. ما هم خواستیم چی نشون بدیم؟ دوشنبه رو انتخاب میکنیم، سمیکالون رو میزنیم، کنترل F5 یا منو دیباگ استارت without دیباگینگ. نگاه کنید نوشت دوشنبه. خب میریم سر یه چیز دیگه، میخوام اینو بهتون نشون بدم. نگاه کنید من گفتم آقا شنبه میشه یکم، روز یک دیگه، روز یک از هفته است. تو برنامه نویسی ما از یک شروع نمی کنیم، تو برنامه نویسی ما همیشه از صفر شروع می کنیم، همیشه.
اینوم ها حالا دقیقا چی داره نشون میده؟ اینوم ها بر اساس عدد هستن، یعنی اینت هستن، دیفالتشون اینته، ولی با یه اسم شناخته میشن. مثلا موستون رو ببرید رو شمع بگیرید، نویسه 0، نگاه کنید مساوی با 0، دیدید؟ نگاه کنید 0، شنبه میشه 0، مثلا جمعه میشه 6، نگاه کنید جمعه 6 مساوی با 6. پس یعنی چی؟ یعنی نگاه کنین اینو میشه مقدار عددیش هم گرفت. مثلا الان دوشنبه بود دیگه، نگاه کنین وقتی هم میرید رو دوشنبه نوشته مساوی با 2. خب حالا ما مثلا دوشنبه رو نمیریم، حالا فرق نداره. حالا مثلا من میخوام این عددش رو بنویسم، حالا اینش واسه شما هنوز زوده این چیزی که میخوام انجام بدم، ولی خب مثلا من میخوام عددی که اینو مینویسه بنویسم، یه پرانتز باز و بسته کنارش مینویسم، نگاه اینجوری داخل پرانتزه مینویسم int. چرا؟ چون میخوام آقا این اینوم رو تبدیل کنم به اینت، یعنی این مقداری که داره، یعنی اون دوه رو من میخوام ببینم، کاری به دوشنبهش ندارم، من اون دوه رو میخوام واسم تایپ کنه. نگاه کنید کنترل F5 یا دیباگینگ، نگاه کنید نوشت 2. مثلا من اگه اینو عوض کنم، مثلا بذارم 5 شنبه، خب اینم چیز بازم زدیم دیگه، اون نگاه می‌نویسه 5. خب یه مقدار عددی هست. خب میشه این مقدار اینتش هم عوض کردم، مثلا میتونی بنویس چیزای دیگه میشه گذاشت که از اون ارث بری کنه، ولی خب فعلا نیازی نیست. اینم بود از درس اینوم ها. اینوم ها خیلی کاربرد دارن، همونطور که گفتم. مثلا فرض کنید حالا مثلا اینا از 0 شروع شد دیگه، گفتم 0 1 2. حالا ما مثلا نمیخوایم 0 باشه، میخوام آقا این 1 باشه، اینجوری میکنیم مساوی با 1. خب الان نگاه کنید 0 شد، اولی شد 1، ولی نگاه کنید وقتی 5 شنبه میرسه، نگاه کنید 0 شد 1 دیگه، درسته؟ شنبه شد 1. بذارین اون عددش رو بنویسم، اینت او یادم میره. نگاه کنید ولی این بار 5 شنبه شد 6. چرا؟ چون اولین عدد رو ما گذاشتیم از 1 شروع بشه. مثلا اگه من از 11 شروع کنم، نگاه کنید وقتی میرم رو 5 شنبه وایمیسم، خودتون نگاه کنید دیگه، میشه 16. چرا؟ چون اولین عدد رو من گذاشتم 1 چیز 11. نگاه این میشه 11، این میشه 12 13 14 15، اینم 16 همیه. اگه من اینو بنویسم 111، مثلا 111 هم نه، 111 هم نه، بذار همینجوری بریم جلو. مثلا این 12 است، ولی آخرش یه دونه 2 اضافه کردیم. خب نگاه کنیم وقتی میرید رو این اینجوری میشه، نگاه 1 1 1 1 آخرش 7. نگاه کنید اینجوری. از بعد از این عددی که می نویسید اینجا، مثلا مساوی با چیز، مساوی با یه عددی، بعدیاش دیگه از بعد اون یه دونه اضافه میشه بهش. نگاه کنید یه دونه بهش اضافه میشه. خیلی ساده است. نگاه اینا، مثلا اگه من برش گردونم اینو از 3 مثلا شروع کنم، نگاه کنید این میشه چی؟ 9. اگه 4ش کنم، نگاه کنید 4ش کنم آخری میشه 10. 5ش کنم میشه 11. 2ش کنم میشه 8. اینجوریه. کلا اینومریشن های مقادیر ثابتی هن که بعضی موقع این عدده به خیلی بکار میاد. این عددی که خودمون می نویسیم، مثلا یه سری دیتا داریم، یه سری به حساب داده داریم که میخوایم از قبل آقا یه سری چیزا رو میدونیم، ولی میخوایم واسه مثلا یه لایبرری داریم میسازیم، میخوایم آقا این روزای هفته رو بدیم به کاربر، به برنامه نویسای دیگه، اصلا کاری به کاربر هم نداریم، یا اصلا برای برنامه خودمون که به حساب توی یه کلاینت دیگه نوشته شده. این عددا رو پاس میدن. خب ولی یه دونه اینوم طرف میسازه که این عددای، مثلا این اصلا شما میتونه هر چی دلتون خواست بذارین. مثلا اینو من میذارم 10,000 چیز،
10,000 مثلا اینو میذارم 15 نمیدونم مثلا اینو میذارم مثلا 19 اینو میذارم 55 بعدی رو مثلا میذارم 118 مساوی با 118 آخری هم مثلا میذارم 0 مثلا اینه که بعد بهتون بگم وقتی ننویسیم این چیزها رو خودش یه چیزی رو میذاره خودش مثلا از این اولی شروع میکنه به یه دونه اضافه کردن بهش ولی وقتی خودتون یه چیزی میذاری نگاه شنبه شد 2 بعدی شد 10,000 بعدی شد 15 بعدی شد 19 بعدی شد 55 بعدی 118 آخری هم شد 0 هیچ فرقی واسش نمیکنه شما اگه نذارید نگاه کنید اگه نذارید این قانونا این جمعه باید بشه 119 چون یه دونه قبلش 118 است نگاه کنید 119 یا مثلا این وسطی اگه مثلا نذارم قانونا باید بشه 20 نگاه کنید 20 هیچ تفاوت مثلا اگه این دوشنبه رو که 15 است نذارم میشه 10,001 و 10,001 هیچ تفاوتی نداره گرفتی چی شد؟ اینم از توضیحاتی از اینومریشن ها تو درس بعدی راجع به دستورات ایف صحبت میکنیم که ایف ها چی هستن لوپ ها رو میگیم همین اینم از قسمت پنجم قسمت بعدی میبینمتون خدا نگهدار